سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ 10 است. من میرزانبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای روز را معرفی میکنم. بعد 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود که این و دیگر موضوعهای مهم مطرح می گردند. رئیس دادگاه شهر استرافشان در پی یک صدمه نقلیاتی در شهرهای دوشنبه خوجند به هلاکت رسیده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید حادثه شب گذشته در نزدیکی دهه فردوسی ناحیه شهرستان رخ داده است. خودرویی که رئیس دادگاه استرافشان سوار آن بود با دولن کنار راه برخورده است. صادق جان وهابزاده حدود 3 سال قبل با فرمان پرزیدنت امام الرحمن از وظیفه رئیس دادگاه ناحیه جبار رسولوف آزاد به رئیس دادگاه شهر استرافشان تعیین شده بود. تاجیکستان فعلا تصمیم ندارد که ورود شهروندان چین به کشور را بنابر گسترش کرونا ویروس موقتا منع کند. در وزارت تندرستی کشور میگویند عین حال صدها چینی در تاجیکستان کار میکنند و تا به حال یگان حادثه گرفتاری به ویروس نو آشکار نشده است. آنهایی که تا امروز از چین به تاجیکستان آمدند 14 روز در حالت کرانتین نگاه داشته میشوند. پیدایش کرونا ویروس در چین و دامن پهن کردن آن در جهان به تاجیکستان چه تاثیر خواهد گذاشت در گزارش خواهید دید که 3 ساعت بعد تقدیمتان می‌گردد. امروز در جمهوری اسلامی ایران انتخابات پارلمانتی جریان دارد. هر یک نامزد کرسی وکیل پارلمان یا خود مجلس شورای اسلامی قبل از انتخابات از طرف یک نهاد زیر نظارت روحانیان تندگرای اسلامی تفتیش شد و نامزدی هزارها داوطلب اصلاحات طلب و معتدل از شرکت در سبقت انتخابات محروم شدند. تا برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان باشد روزهای به شمار مانده است. از روی حساب مقامات تاجیک فعلا نزدیک 5 میلیون شهروندان کشور در خارج به سر میبرند. اکثریت آنها در روسیه هستند. سفارتخانه‌های تاجیکستان در خارج یکی پس دیگر از شهروندان دعوت دارند که برای شرکت در انتخابات به سفارتخانه‌ها بیایند. آیا حوزه‌های انتخاباتی برای رای دهندگان در خارج تاجیکستان کفایت می‌کند؟ این یکی از موضوعهای دیگری است که همکاران ما به بررسی گرفتند. مهلت روادید به شهروندانی که وارد تاجیکستان میشوند از 45 روز به 90 روز دراز کرده شد. این قرار را هفته گذشته امام علی رحمان امضا کرده است. احتمال روزهای نزدیک 2 قرار دیگر در رابطه با گرفتن روادید برای تاجیکانی که شهروندی کشورهای دیگر را دارند و سرمایه‌گذارانی که به کشور بیشتر از $1 میلیون وارد می‌کنند امضا شود. تفصیلات را در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد. بینندگان عزیز، همه شما را به تماشای برنامه خبری رادیو آزادی دعوت می‌کنم که ساعت 5 به وقت تاجیکستان و ساعت 3 به وقت مسکو تقدیم می‌گردد. خدا نگهدار.